این تصور باید تصحیح بشه که اگر فردی خوب بشه، خوبیش تنها برای خودش نیست. تصور بکنید اگر یه شمع کوچکی روشن بکنید، به اندازه روشنایی و توان اون شمع ماحولش هم بخواهن یا نخواهن روشن خواهد شد. به مراتب هرچی این روشنایی بیشتر باشه و قویتر باشه و شعاعش بیشتر باشه، قطعاً افراد بیشتری از اون روشنایی استفاده میبرن. انسان مؤمن و انسانی که تمام وجودش خیر هست و نیت خیر دارد، قطعاً همینطور هست. و اگر میبینیم که افرادی معصیت خدا میکنند و هنوز نفس میکشند و زنده هستند و تحرک دارند و این طرف و اون طرف میچرخند، فکر نکنید که به خاطر گناهشون هست و به خاطر توانایی که در گناه کردن دارند، بلکه به برکت افرادی است که در مقابل اونها دارن عبادت و بندگی خدا میکنن و امر به معروف و نهی از منکر میکنند. اگر یک عده‌ای در کاباره مشغولن، در عیاشی مشغولن، یک عده‌ای هم در خانه خدا، در جامعه، در امت اسلامی به کارهای خوب و عام المنفعه، به امر به معروف و نهی از منکر مشغولن، یا برای اونها هم دارن دعا میکنن که خداوند و تلاش میکنن که هدایتشون بکنه. پس خوبی اینها مثل نور شمعی است که پیرامون خودش رو روشن میکنه و بهره‌مند میشن، روشنایی ایجاد میکنه. اگر خودت تنهایی، همسر تو هم با تو منشرح الصدر میشه و تو نیاز داری که همسر تو در کنار تو آرامش روحی و روانی با تقوای خدا داشته باشد، نه اینکه خودت آرامش پیدا کردی، اسباب انشراح صدر رو فهمیدید، همسرت فیلم هندی نگاه بکنه، آرامش رو از خودش و از تو بگیره و در طول زندگی هم در کنارته، یا فرزندانه یا مجموعی که با تو کار میکنن. چقدر زیباست که شرکای تو، شاگردای تو، کسانی که تو مغازه و شرکتت کار میکنن با تو هم فکر باشن، هم دل باشن، این مسائل رو مدارسه بکنید. خیر و برکت میاد در خودت، در شرکتت، در مجموعت و قطعا سبب رشد تو خواهد شد. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. اگر تو یک دل شایسته از خودت به خدا نشون بدی، قطعا روز به روز نور ایمانی که خداوند بر دل تو میتاباند غیر از نور دیروزی است. روز به روز این نور تقویت می شود و روز به روز راهی که در پیش داری روشن‌تر و درخشان‌تر می شود.